فکر می‌کنید شیر، کوسه یا مار خطرناکترین موجود جهان است. اشتباه می‌کنید. خطرناکترین موجود این فهرست هر سال جان انسان‌های بیشتری را نسبت به بیشتر حیوانات دیگر می‌گیرد. تا آخر این ویدیو همراه ما باشید چون شماره 1 شما را شگفت‌زده خواهد کرد. قبل از شروع اگر به ویدیوهای جذاب و دانستنی علاقه دارید لطفاً کانال فکت نووا را لایک کنید، سابسکرایب کنید و نظر خودتون را در بخش کامنت ها بنویسید. حالا برویم سراغ 10 موجود خطرناک جهان. شماره 10 ایل به عنوان سلطان جنگل شناخته می شود. این شکارچی قدرتمند با دندانها و پنجه‌های نیرومند خود می تواند در چند ثانیه شکارش را از پا درآورد. بیشتر حمله‌های شیر در آفریقا رخ می دهد. شماره 9 خرس قطبی. خرس قطبی بزرگترین شکارچی خشکی است. این حیوان بسیار قوی، سریع و شناگر ماهری است و اگر احساس خطر یا گرسنگی کند، می تواند برای انسان بسیار خطرناک باشد. شماره 8 تمساح آبشور. تمساح آبشور یکی از نیرومندترین آرواره‌های دنیای حیوانات را دارد. وقتی شکارش را بگیرد، فرار تقریباً غیر ممکن است. شماره 7 اسب آبی. شاید باورتون نشود، اما اسب آبی هر سال باعث مرگ افراد زیادی در آفریقا می شود. با وجود ظاهر آرام، هنگام دفاع از قلمرو خود بسیار تهاجمی است. شماره 6 مار کبرا. مار کبرا یکی از مشهورترین مارهای سمی جهان است. زهر برخی گونه‌های آن می تواند بسیار خطرناک باشد و بدون درمان فوری جان انسان را تهدید کند. شماره 5 عقرب. برخی گونه‌های عقرب زهر بسیار قوی دارند. نیش آنها به ویژه برای کودکان و سالمندان می تواند خطرناک باشد. شماره 4 عروس دریایی. این عروس دریایی از سمی‌ترین جانوران دریایی جهان است. تماس با شاخه‌های آن می تواند آسیب شدید ایجاد کند و در برخی موارد کشنده باشد. شماره 3 حلزون مخروطی. این حلزون کوچک با یک نیش زهر خود را به شکار تزریق می کند. ظاهرش بی خطر است، اما بعضی گونه‌های آن برای انسان بسیار خطرناک هستند. شماره 2 پشه. شاید عجیب باشد، اما پشه یکی از مرگبارترین جانوران جهان است. دلیلش این است که می تواند بیماری‌هایی مانند مالاریا، تبدنگی و زیکا را منتقل کند. به همین علت هر سال تعداد بسیار زیادی از مرگ و میرهای مرتبط با حیوانات به بیماری‌های منتقل شده توسط پشه مربوط می شود. شماره 1 انسان. شاید این انتخاب شما را شگفت‌زده کند، اما از نظر آسیب به هم نوعان، انسان خطرناکترین موجود این فهرست است. جنگ‌ها، قتل‌ها و تخریب گسترده محیط زیست باعث شدند انسان بیشترین تأثیر را بر مرگ انسان‌ها و نابودی بسیاری از گونه‌های دیگر داشته باشد. کدام موجود بیشتر شما را شگفت‌زده کرد؟ شماره مورد علاقه‌تان را در بخش کامنت‌ها بنویسید. اگر از این ویدیو لذت بردید، حتما کانال فکت نووا را سابسکرایب کنید و زنگوله را هم فعال کنید تا ویدیوهای بعدی را از دست ندهید.